عرض ادب خدمت همه مخاطبان گرامی تعمق و سایر عزیزان که از مجراهای دیگه اومدن توی این گفتگو. امروز در خدمت دکتر نیما اورازانی عزیز هستیم، پی اچ دی روانشناسی اجتماعی سیاسی از دانشگاه امهرست ماساچوست. درست تلفظ کردم نیما جان؟ ماساچوست امهرست داره. بله، تلفظش نگران بودم اشتباه باشه. بعد عرض می شود حضورتون که خیلی افتخار داریم که در خدمت جناب اورازانی هستیم. امیدوارم بتونیم که یه گفتگوی مفید داشته باشیم و حالا نهایتاً یه پوینت‌های مثبتی برای شنوندگان از دلش در بیاد. محور گفتگو همونطور که احتمالاً توی پوستر ملاحظه کردید، عرض به حضورتون بحث نقدهایی به گفتمان روانکاوی به طور خاص هست که حالا به رسم میزبانی ما سعی میکنیم اول حالا پوینت هایی رو مدتی رو در خدمت جناب دکتر اورازانی باشیم و بعدش حالا در خلالش اگر خود نیما جان مسئله نداشته باشم من حالا پرسش هایی رو مطرح بکنم و در پایان حالا پرسش های سایر دوستان رو هم داشته باشیم. خب نیما جان شما اگر مایلید شروع بکنید، من میکروفونم رو قطع میکنم که صدا به صدا نشه. حالا به نظر میاد فرق کرده دوستان یه بازخوردهایی میدن که بهتر الان. خب بازم ببخشید، نمیدونم مشکل چیه. همچنان دوباره برای سومین بار من داشتم میگفتم که ترجمه روان تحلیلگری رو ترجیح میدم به این دلیل که روانکاوی میتونه به این معنا باشه که از پیش چیزی وجود داره که ما کشفش میکنیم و دست کم بعضی از دوستان توی پس ساختارگرایی با همچین رویکردی مخالفن. یه دلیل دیگه ای که داره اونم اینه که تو روان تحلیلگری ماهیت تفسیرگونه روان تحلیلگری و رویکرد فروید بیشتر نشون داده میشه. به این معنا که شما انالیسیس دارید تو سایکو انالیسیس و تو روان تحلیلگری هم تحلیل دارید. بنابراین ماهیت تفسیریش اینجا تو این ترجمه خیلی راحت‌تر فهم میشه تا روانکاوی. این ترجیح ترجمه من. اون رویکردی که من توی این صحبت در پیش خواهم گرفت، سعی میکنم که نقد رو به این معنا بگیرم که رویکردهای مختلفی و فهمهای مختلفی از روانکاوی وجود داره. شما از رویکردهای کانزرواتیو یا محافظه‌گرایانه از روانکاوی دارید تا رویکردهای حالا هر اسمی که روش میخواید بذارید، پروگرسیو یا به هر معنایی که من دیگه واژه دیگه نمیخوام بگم لیبرال طبیعتا، پروگرسیو تر، یعنی رویکردهایی که فمینیست‌ها باهاش موافقن، رویکردهایی که فرض بکنید ممکنه حتی با طرز تفکری که مثلا فوکو داره قابل جمع باشه بین روان تحلیلگری و حوزه‌های فکری دیگه که تو پس ساختارگرایی ما می‌بینیم. یه طیفی وجود داره که این طیف از اون سر محافظه‌کاری هست تا اون سر طیف و خب طبیعتاً اون بخش ناظری که بخش مربوط به تفسیرهای محافظه‌کارانه از فروید، رویکردهای غالباً اینتراسایکیک از روان تحلیلگری هستند. به این معنا که ناخودآگاه رو به عنوان یه امر درون روانی میفهمند، رویکردهای فردگرایانه به تفسیر روان تحلیلگری دارن در مقایسه با افرادی که اون سر دیگه طیف قرار میگیرن که تلاش میکنن ناخودآگاه رو، اگه یه خود از سر طیف بیایم اینورتر از اینتراسایکیک بودن، از درون روانی بودن حرکت بکنیم به سر دیگه طیف، ناخودآگاه تبدیل میشه به یه امر بین فردی، اینترپرسونال، یه خورده اوضاع بهتر میشه. بعد یه خورده میریم دوباره دورتر از اون سر طیف، نزدیکتر میشیم به سر دیگه طیف، ناخودآگاه تبدیل میشه به یه امر اجتماعی، سیاسی، یا حالا اونطور که مثلا لاکان میگه ناخودآگاه ساختارش تبدیل میشه به ساختاری مثل زبان. یعنی ما دائم از امر فردی حرکت میکنیم به سمت تفسیرهای
اجتماعی تر از روان تحلیلگری. یه طیفی از تفسیرهاست. من بیشتر دوست داشتم که راجع به این طیف تفسیرها صحبت بکنم، به مخاطب بگم که یه همچین تفسیرهایی از روان تحلیلگری وجود داره و هر کدوم یه سری امکانهایی به ما میده و در عین حال یه سری محدودیت‌هایی هم ممکنه هر کدوم برای ما داشته باشه. این اون چیزیه که من تلاش میکنم توی این گفتگو تا اون حدی که سوادم از روان تحلیلگری اجازه میده دنبال بکنم. خب بسیار عالی، ممنون از توضیحاتت نیمای عزیز. اون بحثی که میفرمایید که مثلا بحث روانکاوی رو، حالا اون ترجمه رو نمیپسندی و بیشتر به سمت حالا روان تحلیلگری ترجیح میدی که ترجمه بشه، سوالی که برای من پیش اومد اینه که خب ما توی تحلیلم قاعدتا باید فرض کنیم یه چیزی آلردی وجود داره. یعنی من میخوام یه چیزی رو تحلیل بکنم دیگه، یعنی اونجا، حالا در اونجا اون چیزی قاعده گیریش یه چیزی هست دیگه که من باید تحلیلش بکنم. حالا کاوش با تحلیل مسلما تفاوت ظریفی دارن، همونجوری که خودت هم اشاره کردی، منتها اون جایی که تو مرکز ثقل تفاوت میگیری به این معنی که ما در روانکاوی فرض میکنیم چیزی آلردی وجود داره که ما باید بریم کاوشش بکنیم، توی تحلیل چه تفاوتی داره؟ و اینکه حالا با توجه به تخصص خودت که روانشناسی انتقادی هست، اون لحظه، اون مومنتی، اون پوینتی که باعث میشه روانکاوی بتونه یه مدیوم انتقادی باشه کجاست؟ مرسی اگه اینا رو پاسخ بدی. ببین، من از یه رویکرد از این کنت گرگن، یکی از روانشناسای انتقادی پست مدرنه و یه کتابی داره به نام ریلیشنال بینگ. من تعمداً ارجاع میدم که اون دوستانی که خواستن دنبال بکنن بتونن منابع اصلی رو بهش دسترسی پیدا بکنن و اونجا اگر خواستن بخونن. من از اون دیدگاه اگر بخوام نگاه بکنم، بعضی از روانشناسان انتقادی که روی کردای پسا ساختارگرایانه دارن، مثل کنت گرگن یا مثل ویویان بیر، اینا به این قائلن، حالا بیشتر گرگن، اینا به این قائلن که وقتی که ما وارد جلسه درمان میشیم یا حالا به طور کلی وقتی میخوایم ابژه های روانشناختی رو راجبش صحبت بکنیم، اینا در یک فرایند اینتر سابجکتیو تأسیس میشن. به این معنا که اگه من برم پلوی یه رفتار درمانگر و بگم که یه مشکلی دارم، احساس ناراحتی میکنم از یه چیزی، اون رفتار درمانگر یه تفسیری به من ارائه میده مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی و بعد من ممکنه با اون تفسیر موافقت بکنم، بگم آره مشکل اینه. اگه برم پلوی روانکاو یا روان تحلیلگر، اون از یه سری مفاهیم دیگه استفاده میکنه برای طرح مشکل یا دادن راه حل. یعنی این چیزی که به عنوان ریشه مشکل شناخته میشه، از نظر افرادی مثل گرگن یه امر از پیش داده شده نیست، بلکه از رهگذر یه فرایند گفتگویی بهش میرسیم، یه اینتر سابجکتیویتی هست که توی یه الگوی مثلا رفتارگرایانه بین من و درمانگرم ممکنه شکل نگیره. من میگم نه، من این چیزی که تو میگی قبول ندارم یا نمیفهمم یا مشکلی نیست، ولی وقتی میرم پلوی روان تحلیلگر، اون میگه از نظر من داستان اینه، من بگم که آره من همچین چیزی رو میپذیرم. من میدونم که بلافاصله این نفر ممکنه بخواد پاسخ بده که آیا این به این معناست که این مراجعه که تعیین میکنه که چه اتفاقی باید بیفته؟ خب اینجا وارد بحث رابطه قدرت میشه، من فعلا وارد اون نمیخوام بشم. ولی من میخوام بگم دست کم از نظر بعضی از روانشناسان انتقادی، این اینتر سابجکتیویتیه، این گفتگو، دیالوگ بین مراجع و درمانگره که تعیین میکنه با وارد چه فضایی باید بشی. این چیزیه که تو باهاش مراجعه کردی به عنوان مشکل که ازش رنج میبری، تو چه گفتمانی میتونیم این رو بفهمیم، تأسیسش بکنیم و دنبالش بکنیم. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم.
ممنون نیما جان. نکته‌ای که مطرح کردی اینجا در مورد حالا اون اینترسابجکتیویته به عنوان بستری که توی در واقع گفتگوی روان درمانگر و مراجع شکل میگیره و اون تعیین میکنه که پروسه درمان حالا به چه صورت طی بشه، همون بحث روابط قدرت که خودت هم اشاره کردی به اون معنی فوکویش. حالا شاید اگه بخوایم یه خورده دقیق تر وارد بشیم توی این داستان، اون جایی که اینترسابجکتیویته خودش رو نشون میده تو این گفتگوها کجاست؟ مثلا ما میگیم ما یه اینترسابجکتیویته خیلی تو سطح‌های کوچیکتری داریم، بین مثلا صرفا خود روان درمانگر و مراجع، یا مثلا نه اون اینترسابجکتیویته خیلی گسترده تر به معنی اجتماعی، حالا اون چیزی که حالا تحت عنوان بیگادر مثلا ما توی لکان داریم، یا مثلا به هیچ شکلی توی سوپر ایگو توی فروید داریم. حالا من خیلی روانکاوی نخوندم، ممکنه بعضی سوالا رو بپرسم که آزاردهنده به نظر برسه، دیگه باید بزرگی خود باشه. و نکته دیگه این که اون رابطه قدرت چجوری میتونه، حالا گفتی نمیخوای وارد بشی، حداقل اینو تو ذهن داشته باشی که بعداً بهش اشاره بکنی، چجوری باعث میشه اون دیالکتیک شکل بگیره بین مراجع و روان درمانگر، و اساساً توی خوانش‌های پسا ساختارگرایانه که خیلی مسئله تعین در واقع وجود داره، حالا اون رابطه بین جمع یا اینترسابجکتیویته و فرد، خود نوشن یا مسئله درمانگری چه جایگاهی داره؟ یعنی ما برای چی درمان میکنیم و اصلا روان درمانگری چه معنایی داره؟ یعنی توی خوانش‌های ساختارگرایانه ما صرفا میتونیم مثلا خود در تقلیدگرایانه هم هست به یه معنا میتونیم اینطور تفسیر کنیم که حالا مثلا ما یه ساختاری داریم که یک سری در واقع اختلالات یا کجی و معوجی ها ایجاد میکنه و روانکاوی یا اصولا روانشناسی فردگراتر به نسبت تحت عنوان یه حالا اون چیزی که فوکو تکنیک های سلطه یا تکنیک های کار روی خود اسمش رو میذاره، که دیگه مبتذل ترین شکلش همین بحث روانشناسی زرد و اینا هست. به این معنی اگر حالا بخوایم روانکاوی رو به عنوان یه مدیوم انتقادی قبول کنیم، روان درمانگری اونجا چه جایگاه و معنایی داره؟ این سوال خیلی به نظر من مهمیه. ده مفاهیم زیادی استفاده کردی، من اونایی رو که به نظر خودم مبنایی تره میگم، بعد تو اگه احساس کردی یه چیزی جا افتاد بعد دوباره بهش اشاره بکن. ببین، از موضع نظری من اینه که ما در کلی ترین معنا اختلالات روانی رو نمیتونیم انکار بکنیم. ما یه چیزی داریم به نام اختلالات روانی. فعلا وارد این نمیخوام بشم که اینا چی هست، چون مشکل از همینجا آغاز میشه که کی تعیین میکنه چی اختلال روانیه. اما مدیوم روان تحلیلگری یا روانکاوی اونجایی وارد حوزه انتقادی میشه، یعنی یکی از جاهایی که وارد حوزه انتقادی میشه اونجاست که وقتی مراجع میاد توی اتاق مشاوره یا درمان، حالا اینکه آیا باید اتاق درمان بنامیم میشه یا نه، یکی از چیزهایی که میتونه یه روان تحلیلگر با رویکرد انتقادی ازش بپرسه، اولین نکته اینه که کی بهت گفته که این چیزی که تو الان اومدی اینجا و تصور میکنی اختلاله. یعنی مراجع با اون چیزی که حالا افرادی مثل ایان پارکر که از با رویکردهای لکانی کار میکنن و معتقدن که ناخودآگاه همان زبانه یا همون ایدئولوژیه که از طریق این ساختارها به ما داده شده و من اینا رو با خودم وارد اتاق درمان میکنم، اولین چیزی که از من یه روانکاو یا روان تحلیلگر انتقادی میپرسه اینه که کی بهت گفته که همچین چیزی اختلاله؟ چون من دارم با همون چیزی که به من داده شده، با همون هنجارهایی که در جامعه از پیش تثبیت شده که سالم اینه و هنجار اینه وارد اتاق درمان میشم. بنابراین اینجا این نکته هم خیلی مهمه، تو پرانتز میگم بعدا ممکنه بهش بپردازیم. این پرسش که کی بهت گفته همچین چیزی اختلاله، این با این تون پرسیده نمیشه که
من این پرسش رو دارم میپرسم چون میدانم که این چیزی که تو داری میگی اختلال نیست یا هست از موضع بالا. نه، این واقعا میخواد معنای اختلال رو از فرد بپرسه، ببینه فرد چرا تصور میکنه که همچین چیزی اختلاله. آیا میتونن با همدیگه توی یه دیالوگ به این نتیجه برسن که آیا این اختلال هست یا نیست؟ به نظر من این رویکرد که درمانگر پیش‌فرض نمیگیره اون گفتمان اینکه چی سالمه چی سالم نیست، حتی خود مراجع رو هم لزوماً تجربهش رو نه انکار میکنه نه سرراست میپذیره، بلکه وارد یه گفتگو میشن بدون لحاظ کردن اون گفتمانهایی که باهاش وارد داستان شدیم تا ببینن که اینجا چه اتفاقی میفته. یه همچین اتفاقی از خب خیلی ممنون مجدد نیما جان. نکته دیگه ای که هست این که حالا اون بحث اینتر سابجکتیویتی که گفتی خیلی درست فکر میکنم اشاره کردی که اون پرسشی که روان درمانگر قراره از مراجع داشته باشه اصطلاحاً به این معنی قرار اون اتوریته‌ای که یک شکلی از اختلال رو یا باور اختلال رو اینترنالایز کرده داخل اون مراجع ازش پرسش بشه. حالا مسئله اینه که اگر حالا فرضاً ما شما مثلا روان درمانگر من مراجع نوعی به این نتیجه رسیدیم که مثلا اتوریته X به من گفته که مثلا فلان رفتار یا فلان سمپتوم نشونه یه اختلالی میتونه باشه. من به عنوان روان درمانگر، شما به عنوان روان درمانگر چطور میتونیم یه متری، یه معیاری داشته باشیم که اصلا من واقعا میتونم اصلا این داستان رو به عنوان اختلال بگیرم؟ اگه آره اصلا درمانی براش وجود داره؟ معنی درمان چیه به این مهم. ببین این پرسش که اختلال چیه خب پرسش واقعا دشواریه. من اگه بخوام طبق اون چیزی که شما توی DSM میبینی به شما بگم، خب مشخصه که میگن هنجار انحراف از هنجار، فاصله داشتن از هنجار، این رنج شخصی که من احساس میکنم و عرضم حضور شما کارکرد من. حالا این کارکردم خیلی چیز جالبیه، این که معیار کارکرد اینجا وجود داره. اما اون چیزی که مهمه، من به قول اینجایی نمیخوام کاپ اوت بکنم، یعنی پرسش رو بهش پاسخ ندم، اما دوباره باید برگردیم به همون اینتر سابجکتیویته. به چه معنا؟ به این معنا که اگه یه نفر مثلا با اعتراض در مورد افسردگی، با شکایت در مورد افسردگی مراجعه میکنه، خب این افسردگی رو من بارها گفتم میتونیم به معنی، اگه بخوایم مثلا ایگو سایکولوژیست باشیم که یکی از گرایش‌های روانکاویه که وقتی روانکاوی از اروپا مهاجرت میکنه به آمریکا، شما میبینی خیلی کانزرواتیو میشه، تبدیل میشه به ایگو سایکولوژیست که شما تمرکز میکنی بر مکانیزم‌های دفاعی که ایگو داره برای اینکه چیکار بکنی؟ برای اینکه با شرایط موجود دائم خودتو منطبق بکنی، ادامه بدی. جالبه که شما تو فضایی که سرمایه‌داری خیلی جدی داری ایگو سایکولوژیست خیلی رشد میکنه. به جای اینکه شما میتونی اینو ببینی، یعنی بگی که آقا آره مکانیزم‌های دفاعی ایگوت از هم پاشیده، این افسردگی رو اینطوری بفهمی. میتونی افسردگی رو اینطوری بفهمی که خیلی ساده اگه بخوام بگم یه واکنش سیستم به یه وضعیت ناسالم. این فهم اختلال از رهگذر یه گفتگو بازم خودش رو باید نشون بده. یعنی آیا این رنجی که میبری و انتظاری که از خودت داری که فلان کارکرد داشته باشی، حالا این کارکرد نه لزوما به معنی که سر کار بری، در روابط بین فردی، حتی کارکرد در نسبت با خودت، این عواطف رو داشته باشی یا نداشته باشی، مجموعه اینها در یک گفتگو خودشون رو نشون میدن که آیا ما میتونیم به این بگیم اختلال یا اختلال نیست. و این مستلزم اینه که اون ریفلکسیویتی، اون
نگاه انتقادی به خود همواره وجود داشته باشه. یعنی من به مراجعم بگم که ببین این امکان هم وجود داره که تو با یه سری داشته‌های اومدی اینجا که این داشته‌ها دائم به تو گفتن که فلان چیز اختلاله، اما ما میتونیم یه طور دیگه هم بهش نگاه بکنیم. به نظر تو اگه ما اونطوری بهش نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا تو همچنان معتقدی که اختلال داری؟ این تو این گفتگوه اختلال به عنوان یه موضوع ممکنه بیاد بالا، یا اینکه مراجع به این نتیجه برسه که نه اینطور که تو داری میگی من دیگه خودم اون فردی که داره اختلال ارزیابی نمی‌کنم. بعد یه اتفاق اون بیرون بیفته تو روابطم، یه فرایند سرکوبی که داره اون بیرون رخ میده باید تغییر بکنه. یعنی دقیقا همین نکته آخر که گفتی پاسخ سوال بود. یعنی اونجایی که روان درمانگر میتونه به مراجعش به یک معنی بفهمونه، در حالا جفتشون حتی بفهمن داخل گفتگو، که یه ساختاری در بیرون از اون فرد، چیزی که اینترنالایز نشده، چیزی که بیرون از فرده، منجر به ایجاد یه وضعیتی شده که حالا فرد به این خودآگاهی میرسه که چیزی در درونش مسئله ساز نیست. یعنی اینجا دقیقاً به این معنی میتونه انتقادی بشه و درسته. پرسش دیگه ای که از بین حالا صحبت‌های آخرت به ذهنم میرسه، اون بحث این بود که مطرح کردی که مثلا روان درمانگری که به فرضاً آمریکا میره یه حالت خیلی محافظه کارانه تر یا به لحاظ اجتماعی پراگماتیک تر پیدا میکنه، همون منطقه کلاسیک آمریکایی. توی همچین وضعیتی میخوام ببینیم اصلا چقدر امکان برای روان درمانگر وجود داره که از این شکل از ساختارها بتونه خارج بشه. یعنی مثلا شما فرمودید که وقتی رفته آمریکا همچین تغییری کرده، برای یه روان درمانگر آمریکایی چه چالش‌هایی میتونه وجود داشته باشه که مواجه بشه با مراجع آمریکایی توی همچین ساختاری و همون اون رویکرد انتقادی رو بتونه تا حدی حفظ کنه؟ این پرسش خیلی پرسش دشوار و جدیه، چون من این تجربه رو داشتم، نه در حوزه درمان، اما این تجربه رو داشتم که ما آدما اونقدر این گفتمان ها انقدر هژمونیکن، این گفتمان DSM انقدر هژمونیکه که وقتی تو به یه نفر حتی اشاره میکنی که ببین اینی که این گفته لزوما این نیستا، اینی که این اسمشو گذاشته اختلال، این مثلا فرض بکن خیلی فردگرایانه است، ما باید یه لایه های دیگه هم به این اضافه بکنیم و اون لایه های دیگه اون ساختارهای بیرونی هم. که حالا ممکن اون ساختارهای سرکوب بیرونی درونی هم شده باشن. چون ببین شما وقتی فوکوی نگاه بکنی، بهترین نوع کنترل، بهترین نوع اعمال قدرت چه قدرتیه؟ دیسیپلینری پاور دیگه. یعنی اینطوری نیست که یه نفر با چماق بالا سر من باشه بزنه تو سرم یه قدرتی رو به من اعمال بکنه، که بهترین نوع اعمال قدرت اینه که من خودم اون قدرت رو درونی بکنم و بگم که آقا باید چیکار کرد؟ باید به روانشناس مراجعه کرد. اصلا کسی که من یادم میاد یه دوره‌ای این سر زبون‌ها افتاده بود که هر فردی باید 3 تا چیز داشته باشه: یه روانشناس، یه مشاور بیمه، یه مشاور حقوقی. این هر کسی بعد این 3 تا رو داشته باشه، یه روانشناس. ببین این دیسیپلینری پاوره. یعنی تو گویی که من تبدیل به سوژه مطلوب نمیشم مگر از رهگذر این که یه روانشناسی ببینم تا بهم بگه اختلالم چیه، تا بهم بگه مشکلم چیه. و اگه با آدما اینقدر این گفتمان هژمونی که وقتی با آدما میگی که آقا این چیزی که تو الان به عنوان اختلال میبینی ممکنه اختلال نباشه، یا اگر هم هست یه سری فاکتورهای غیر فردی هم داره که تو نباید خودتو دستکاری بکنی، باید یه چیزی اون بیرون رو دستکاری بکنی. آدما مقاومت میکنن در برابر همچین چیزی. بنابراین اون چیزی که تو بهش اشاره میکنی تو جایی مثل آمریکای شمالی، تا چه حد این امکان وجود داره که ما بتونیم از این رویکرد انتقادی استفاده بکنیم. یکی از موانعش هژمونیک بودن گفتمان غالب دیگه، که اسمش هست دیگه، گفتمان غالب. این نکته مهمیه. اما در این حال همواره این امکان وجود داره که ما بتونیم، اینو من از خودم نمیگم،
توی یه صحبتایی از یکی از دوستان سهراب رضوانی باهاش صحبت میکردم. اونا معتقدن که یه مقاله‌ای داره افسردگی ساختاری که درمان میکنن، اونم راهکار جالبیه. میگه اگه میخوای انتقادی رفتار کنی فقط کافی نیست که یه نریتیو انتقادی بدی، بلکه باید ساختار خود اتاق مشاوره رو هم تغییرش بدی. یعنی اگر ساختارها باعث اختلال شدن، پس ساختارها هم درمان میکنن. بنابراین کل ساختار درمان رو باید متفاوت بکنید. تو اون مقاله اگه دوستان علاقه‌مند باشن میتونن برن مطالعه بکنن، اونجا یه پروتکل‌هایی پیشنهاد داده برای متحول کردن ساختار درمان. خب نیما جان، میخواید حالا شما اون نکاتی که قبلتر قصد داشتید بگی رو بگو که من زیاد سوال نپرسم، یه مورد گفت چیز نشه، اون نکاتت نمونه، چون خواستی بگی حالا من من. زیاد حرف زدم، میخواید یه رفت و برگشتی هم بکنیم. من میدونم که تو هم یه نقدی داشتی از منظر دولوز اگه اشتباه نکنم، به دوست داری که صحبت من تموم شه بعد خودت شروع بکنی، یا دوست داری که رفت و برگشتی باشه؟ هر طور تو دوست داری. فکر میکنم رفت و برگشتی باشه سازنده تر خواهد بود. حالا اگه خودت مایل باشه اول شما صحبت بکنی بعد من، فرقی نمیکنه. اوکی باش. خب من دوست داشتم اشاره بکنم به رابطه فوکو با روان تحلیلگری. من داشتم مقالات رو میخوندم برای این گفتگو، دیدم که خب رویکردهای مختلفی وجود داره. یعنی شما یه سری از مفسرها رو میبینی که معتقدن رویکرد فوکو با روان تحلیلگری نمیخوره، عده‌ای معتقدن که نه، قابل جمع. یه رویکردی هم بود که میگفتش که امبیولنته، این رویکرد فوکو نسبت به روان تحلیلگری امبیولنته، یعنی گاهی اوقات منتقده، گاهی اوقات میپذیره. من میخواستم به یه جاهای اشاره بکنم که برای فوکو روان تحلیلگری لحظات خیلی مهمیه و خیلی استقبال میکنه ازش فوکو. یکی از اون جاها اون جایی که در روان تحلیلگری ما رو با آن ریزن مواجه میکنه، یعنی ناخودآگاه جایی که ما رو با آن ریزن مواجه میکنه. چون ما قاعدتا در حوزه کانشس داریم چیکار میکنیم؟ خیال میکنیم که در این سطح رشنال داریم عمل میکنیم دیگه. اینطوری بود که فرود ضربه خیلی جدی به مدرنیته زد دیگه. اون سوژه عقلانی دکارتی رو با آوردن ناخودآگاه فروید از هم پاشون، گفت آقا نه، اینطور که تو خیال میکنی نیست، یه آن ریزنی وجود داره. و خب میدونیم که یه ایرشنالیتی وجود داره تو ناخودآگاه. و خب ما میدونیم که به فرم شد. چون درسته که حالا بحث فروید و خود نوشن ناخودآگاه و اصلا ایده ناخودآگاه از لحاظ فلسفی هم حتی به یه معنی انقلابی محسوب می شده، اما اگه حالا ترک کنیم، یعنی برگردیم به قبلتر توی خود فلسفه آلمانی، بیشتر اینطور به نظر میاد که حالا فروید ضمن اینکه خونش داخل فلسفه آلمانی و جایگاهش داخل فلسفه آلمانیه، بیشتر روی کردش به ناخودآگاه رو عوض میکنه تا اینکه بیاد مثلا ناخودآگاه رو از پایه و از صفر شروع بکنه یه نوشنی براش بسازه. چون ما فرضاً توی حالا به طور خاص زایش تراژدی نیچه داریم که اصلا اون بحث دیونوسوس اصلا خود ناخودآگاهه. منتها اون اپروچی که نیچه و فروید به این مسئله دارن متفاوته. نیچه مسئلهش به این معنی اون سلف دیسولوشن هست، یه جوری تعالی دادن خود به سمت امر واحد در مواجهه با در اون دیالکتیک دیونوسوس و آپولون که همون در واقع نزاع خودآگاه و ناخودآگاه میشه بهش تعبیر کرد توی روانکاوی. منتها فروید یه جورایی انگار یه چشمانداز به مراتب بدبینانه تری نسبت به نیچه داره که انگار بیشتر مرهون شوپنهاور این بدبین بودن رو، که میاد میگه بیشتر باید اون در واقع از خلال پروسه هایی مثل اینتگریشن یا مثلا همون اسوسییشن، یادآوری و نمیدونم تحلیل رویا و اینا، اون آن کانشس رو اومد و کانشسش کرد تا امکانی برای تطبیق پیدا کردن با واقعیت بیرونی ایجاد بشه. یعنی یه جورایی هنوز ما قبل از انتقاد هنوز داره در واقع قدم برمیداره.
و اون لحظه‌ای که از فتح آلمانی جدا میشه، این لحظه‌ایه که رویکردش نسبت به ناخودآگاه ریویل کردن و آشکار کردنش هست، در حالی که مثلا برعکس شما در نیچه میبینید که خیلی باید بهش بها داد و به سمت خلاقیت هایی که در نتیجه رویکرد بدبینانه به وجود میان در واقع حرکت کرد تا اصطلاحاً از مجرای دیونوسوس بشه با دوان یا امر واحد به یه شکلی از وحدت رسید. یعنی به این معنی نکته‌ای که میگی شاید اشتباه نباشه، اما یه خورده حس کردم که شاید دقتش کامل نیست. بذار به یه نکته که گفتی اشاره بکنم. نکته به نظر من نکته مهمی بود. یکی از نقدایی که فوکو به فروید میکنه همینی که بهش اشاره کردی، که از رهگذر آگاه کردن ناخودآگاه قرار ما اسیمیلیت بکنیم سوژه رو به اون نظم‌های اجتماعی که از پیش موجوده. این یکی از نقدایی که فوکو به فروید داره، در این شکی نیست. من یکی از چیزایی که یادداشت کرده بودم بگم، از اون امبیولنسیا، این رویکرد دوگانه که یکیش نقد یکیش استقبال از طرف فوکو، نقدش یکیش همینی که بهش اشاره کردی که اسمشو میذاره. حالا از این واژه استفاده نمیکنه نورمالایزیشن، ولی تو پیشینه پژوهشی از این واژه استفاده شده که فوکو معتقد این یه نورمالایزیشنی تو روان تحلیلگری وجود داره. این حرف به نظر من با این رویکرد موافقم، با این تحلیل موافقم. اما یه نکته دیگه که توی بعضیا بهش اشاره کردن، همون رویکردیه که بهش اشاره کردن که برای فوکو مفهوم جنون مهمه و اینکه کی تعیین میکنه که عاقل کیه، مجنون کیه. و خب اشاره میکنه به اینکه تو هر دوره شما یه دیسکورسی داری و اونی که در حواشی یه دیسکورس یا بیرون دیسکورس قرار میگیره تبدیل میشه به جنون. و گاهی اوقات لحظاتی توی فوکو دیده میشه، من اگه بخوام مثلا بهش به این یه ارجایی بدم، مثلا توی کتاب تاریخ جنون فوکو روان تحلیلگری رو ستایش میکنه به این دلیل که نخستین رویکردیه که تلاش میکنه با آن ریزن دیالوگ برقرار کنه. حالا دقت بکنید این امبیولنسی اینطوریه که به این با این امبیولنسیش اینجاست دیگه که شما میتونید دوباره تو فروید لحظاتی پیدا بکنید که حرف تو رو تایید بکنه که نورمالایزیشن توش باشه. اینا من اصلا این کار نمیکنم، ولی برای فوکو تو تاریخ جنون این مهمه که یه نفر هست که برخلاف بقیه روانشناسا داره با آن ریزن ارتباط برقرار میکنه و این لحظه رو این لحظه برای فوکو ارزشمنده. یا مثلا این که تو دوره‌ای که فوکو فروید تئوریشو ارائه میداد، جامعه اون دوره و همینطور الان اینو غیر علمی تلقی میکردن، یعنی گفتن آقا این رویکرد علمی نیست. فوکو از یه همچین چیزی استقبال میکنه، میگه چرا؟ چون میخواد اون هژمونی رو بشکنه. طبیعتا میگه اون هژمونی علمو دوست نداره و تو نظم اشیا روان تحلیلگری رو یه ضد علم انتقادی توصیف میکنه. یا مثلا فرض بکن تو تاریخ جنسیتش فروید رو ستایش میکنه از این حیث که نظریه ارثی نژادی سازی شده از نوروز رو رد میکنه که یه عده خاصی با این نژاد خاصی به لحاظ ارثی این نوروز رو داره. فروید همچین چیز رو رد میکنه و تو تاریخ جنسیت برای فوکو این مهمه. این لحظاتی که برای فوکو مهمه. یا مثلا من یه مقاله رو میخونم، حالا آخر داستان شما که صحبت کردی وقت پیدا کردم میرم همینجا پیداش میکنم، عنوانش رو میگم دوستانی که خواستم برم مطالعه بکنن. اونجا اشاره میکنه به که مثلا یه دوستی اومده بوده پلو فوکو راجع به این صحبت کرده که آره حالم خوب نیست و اینا، فوکو بهش پیشنهاد میده که برو روانکاوی. یعنی این امبیولنسی فوکو همواره نسبت به روانکاوی و روان تحلیلگری وجود داره. ولی اون نکته‌ای که راجع به نورمالایزیشن گفتی من خیلی خیلی باهاش همدلم. حالا برگردیم به تو، فقط من تو پرانتزی رو بگم که بعدا راجع بهش حرف بزنیم که اون نورمالایزیشن رو فوکو تو دو قسمت دنبال میکنه. یکی میگه این هنجارسازی تو هدف تحلیل رخ میده، هدف تحلیلی که تو جلسه روان تحلیلگری رخ میده، یکی ابزار تحلیله که اون هدف تحلیلش همونی که تو گفتی،
که سوژه رو اسیمیلیت بکنه تو نظم اجتماعی موجود. تو جلد اول تاریخ جنسیت این نقدش رو مطرح میکنه. ابزار تحلیلش هم فوکو نقد میکنه که میگه این ابزار تحلیل چیه؟ انگار که اون کانفشنه که شما میری تو اتاق دراز میکشی، کانفشن اعتراف میکنی. حالا فرصت شد راجع بینم من توضیح میدم. برگردیم به تو، ببخشید زیاد حرف زدم. نکات خیلی خوبی گفتی، ممنونم ازت. بحثی که حالا به طور خاص مطرح کردی در مورد اون امبیوالنت بودن فوکو نسبت به روان تحلیلگری و به طور کلی روان درمانگری، حالا مثلا به خصوص به طور خاص بحث تاریخ جنونش که مطرح میکنیم، اون ایده خود تاریخ جنون که حالا فوکو مسئلهش اینه که ساختارها چطور اومدن در واقع، حالا اون نسبت قدرت و دانش دینامیک توی اون فهم فوکو چطور اومدن مفاهیم رو تعریف کردن و این مفاهیم با قدرت گره خورده، یعنی به اون معنی برگشتن حالا روش خوانش خاص خود تباشناسی که فوکو در واقع داره چیز میکنه که بر حرکت از حال به سمت گذشته است و خوانش تفاوت هاست، برعکس اون رویکرد هگلی که مثلا ما از گذشته بیایم به حال و شباهت ها رو ببینیم. اینجا میخواد ببینه که در این حرکات و حرکات زمانی به عقب و حرکات تاریخی در نسبت‌های قدرت و دانش جنون اومده چجوری خودش رو به عنوان ساختار جا انداخته. یعنی حتی این نوشن بعداً باعث میشه که مثلا در مورد پیدایش کلینیک هم بنویسه، یعنی این کلینیک مثلا از کجا اومده اساسا، و همین نکته کانتشن که مطرح میکنی که دقیقاً انگار روان تحلیلگر رو اصطلاح به تعبیر خودت یا روان کاو رو به کشیش تشبیه میکنه که اصلا میره فرد میره اونجا مراجعه که انگار یه کانفشنی رو داره انجام میده و اون تخلیه انگار داره رخ میده. منتها نقدی که مثلا دوروز و گتاری به طور خاص توی آنتی اودیپ مطرح میکنن یه قدری بنیادین‌تر از فوکوه. درسته فوکوس مسئلهش با ساختار هاست و مثلا اینکه روانکاوی چطوری یه جورایی انگار از درگیری با اون ساختاره داره فرار میکنه، حالا به طور خاص روانکاوی فرویدی. اما توی بحثی که دولوز مطرح میکنه، دولوز و گتاری، اینه که در واقع اون فروکاست تقلیلی که توی اودیپ وجود داره، در ماهیت اودیپ وجود داره و فروکاست شکلگیری روان به دوره کودکی و نهاد خانواده باعث میشه که اون در واقع فهم ما از اون چیزی که فروید تحت عنوان سوپر ایگو داره بیان میکنه صرفاً به سرکوب امیال فروکاست پیدا بکنه. یعنی اون بخش تولید امیال توسط ساختار، حالا چه ساختارهای اقتصادی، چه ساختارهای سیاسی، چه فرهنگی باشه، داره نادیده گرفته میشه. حالا من چون روانکاوی رو خیلی دقیق مسلط نیستم، به این معنی می‌خواستم ازت بپرسم که اگر روانکاوی هستن که مثلا به صورت تئوریک اومدن در واقع نحوه شکل‌گیری امیال رو، یعنی برساختن، نه صرفا سرکوب رو به اون معنی فرویدیش که یه جور حرکت منفی ساختار در مواجهه با فرد هست، اینجا داره دولوز و گتاری در واقع دارن یه حرکت مثبتی رو، ایجابی رو در ساختن میل برای ساختار قائل میشن. میخوام ببینم روانکاوی هست که اصولا تو این داستان یه بحث درون پارادایمی داخل روانشناسی هست که بیان این نقدها رو وارد بکنن و تئوریزه بکنن فرایندهایی که میتونه در دل یک ساختار باعث ایجاد امیال متنوع بشه. چون توی بحث‌های جامعه شناختی مثلا لوردون رو میدونم که مثلا بحث ارباب و نمیدونم سرمایه‌داری میل و بندگی رو مثلا میاد اونجا بحث میل ارباب و بنده رو مطرح میکنه. اینمون تا داخل خود روانکاوی میخوام ببینیم نمونه‌ای هست. ببین توی روانکاوی مثلا افرادی مثل ایان پارکر با پوان از آمریکای جنوبیه، من فامیل کاملش رو نمیدونم، اینا مثلا یک کتابی منتشر کردن به نام روان تحلیلگری یا روانکاوی و انقلاب و اینا چون مثلا رویکردهای حالا لاکانی دارن یا حتی گاهی شاید بشه گفت شاید نمیدونم از لاکان هم فراتر میرن، اینا این کاری که تو گفتی انجام میدن. یعنی میگن این تولید میل از رهگذر زیستن در یه سری از ساختارهایی که شکل میگیره، اما نباید این تولید میل رو به عنوان یه امر اینتراسایکیک ببینیم. در این حال این افراد
خیلی جدی به روانکاوی یا روان تحلیلگری فروید دائم ارجاع میدن. یعنی خوانشی یا تفسیری از روانکاوی دارن که معتقدن که خودشون رو اصلا قرار میدن، میگن باید ضد روانشناسی بود. من توی یکی از این مصاحبه هایی که اخیراً با ایان پارکر انجام دادم تو یوتیوب من هستش، اونجا ایان پارکر صراحتا میگه ما ضد روانشناسی هستیم، ولی در این حال خودش یه روانکاو میدونه، یه روان تحلیلگر میدونه. و بعد اگه ازش بپرسی میگه که راه رهایی از وضع موجود اون تفسیری یا اون خوانشیه که ما داریم از روان تحلیلگری ارائه میدیم. این در سوالت که آیا هستن افرادی که به همچین چیزی اشاره میکنن که این امیال لزوما از درون نمیان، و این نکته هم که بهش اشاره کردی توی نقداییه که حتی همون دوره‌ای هم که فروید نظریه‌اش رو طرح کرد، ایده فروید رو نقد میکردن که تو به یه بیولوژیزم، یه گرایش خیلی افراطی به زیست شناسی داری که ریشه امیال رو، حالا بهتر بگیم امیال شاید استفاده محدودی باشه، ولی به هر حال ریشه اون خواسته ها، درایو ها، امیال رو صرفا امر زیست شناختی میگیریم. این نقد به بیولوژیزم در فروید از همون دوری که فروید نظریهش رو مطرح کرد وجود داشت. اما بذار من به این نکته هم اشاره بکنم و اونم این که میگم تفسیر از فروید تفسیر مختلفیه. ببین مثلا فروید یه نامه‌نگاری با یکی از دوستاش داره و دوستش شکایت میکنه از اینکه این رویکردی که ما در روان تحلیلگری یا روانکاوی انتخاب کردیم این برای خیلی جواب نمیده و توی یه نامه‌ای به فروید شکایت میکنه. این فروید بهش چی میگه؟ میگه که به پاتنم، این اون فردی که بهش نامه می‌نویسه پاتنم، فروید بهش میگه که حالا من دارم از روی انگلیسی ترجمه میکنم همین الان، میگه که من معتقدم که شکایت تو مبنی بر این که that we are not able to compensate our neurotic patients، میگه این که ما نمیتونیم بیماران نوروتیکمون رو درمان بکنیم، justified، شکایت درستی. بعد ادامه میده میگه به نظر من اینطور میاد که این کار درمان نیست فقط، یعنی تقصیر درمان نیست، بلکه مشکل کجاست؟ but rather social institutions، بلکه نهادهای اجتماعی هست. بعد مثال میزنه میگه what would you have us do when a woman complains that she has been deprived of the joy of living for merely conventional reasons. میگه اگه یه زنی بیاد به من شکایت بکنه که به دلیل این زن ستیزی که وجود داره نمیتونه لذت ببره زندگیشو بکنه، من چیکار میتونم براش بکنم؟ یعنی فروید بعضی از لحظاتی رو داره که واقفه به این که درونی سازی و فردی سازی نمیتونه راهکار باشه و به سوشال اینستیتوشن ها و تأثیر اونها واقفه. من فقط میخواستم این مثال بابت این آوردم که چی میگن عدالت رو در حق فروید رعایت کرده باشیم. به نظر من همین لحظات تو فروید که به روان تحلیلگرای آینده این امکان رو میده که از دل نظریه فروید چیزایی رو بکشن بیرون که از اون امر صرفاً اینتراسایکیک یا درون روانی گذر بکنن و بیان ناخودآگاه رو به عنوان یه امری بیش از یه امر درون فردی یا درون روانی تفسیرش بکنن. این پاسخی بود که من میتونستم به پرسشت بدم. مرسی نیما جان. دو تا نکته دیگه، دو تا نقد دیگه حالا به طور کلی نسبت به طور خاص فرویده، چون حالا و اصولا روانکاوی بعضیاش مثلا شما بگردید ممکنه مثلا به لکان وارد نباشه، شما فرضاً شما بیماری رو میارید مثلا اون فرهنگتون یا بحث زبان رو دارید توی لکان، بعضیاش ممکنه کاملا وارد نباشه، ولی نقدهای کلی مثل سلبی دیدن میل مثلا توی ساختار در واقع فکر تمام روانکاوها به این معنا وجود داره، یعنی ماهیتاً میل رو یا دیزایر رو به یک معنا فقدان چیزی دیدن، یعنی شما دیزایر رو به عنوان یه لکی، یه سلبی، یه فقدانی دارید تعریف میکنید
که باید فولفیل بشه، یعنی باید در واقع برآورده بشه توی یک فرایندی. و حالا میشه به اون در یک چیز در واقع خوانش انتقادی مثلا اینو گفت که ساختار میتونه یک سری امیال ایجاد بکنه در شما. حالا مثلا چون میدونی که خیلی خوانش ها هستن که دولوز و گتاری رو هم در داخل روانکاوی میخونن، یعنی اصلا میگن که اینا تمام مسئلهشون باز داخل روانکاوی میمونه. درسته که حالا بعضا هستن میگن که نه، اینا چون خوانش اسپینوزیستی دارن از مسئله، یکی از نقدهایی که به فروید و اصولا روانکاوی مطرح میکنن پیرو اون ایده پانسایکیزم اسپینوزایی یا همه روانپنداری است. یعنی فرضاً ایده‌ای مثل میل رو اینا روانشناختی تحلیل نمیکنن و نمیفهمن، بلکه به این معنا هستی شناختی میفهمن. یعنی مثلا حتی رشد درخت رو هم فرضاً مثلا این میل امتداد ریشش رو هم حتی یه شکلی از میل میبینن، نه اینکه صرفاً یک چیزی در داخل سایکی باشه یا در داخل روان باشه. یه اصولاً هستی شناختیه و علت اون در واقع اهمیتش در انسان و رفتار انسان به طور خاص صرفاً اون پیچیده تر بودن بدن انسان به طور کلی، نه صرفاً فیزیولوژی، حتی ذهن انسان. چون در اسپینوزا ما این دوتا رو موازی داریم، یعنی حتی رابطه عقلی هم بینشون نیست. و به این معنی میل رو میان ایجابی و تولیدگر میبینن و میگن که توی روانکاوی اصلا در این مورد صحبت نمیشه که خود میل یا دیزایر چه جنبه های پروداکتیوی میتونه داشته باشه. یعنی خود میل اساسا میتونه ساختار اجتماعی تولید بکنه، آیا دیالکتیک بین ساختارهای اجتماعی و امیال فردی وجود داره یا نه، به این معنی. و اون بحثی که حالا به طور خاص فرزن لوردون مطرح میکنه، اون در واقع اینه که حالا یه خوانش هندسی داره از بحث میل و در واقع بیانش توی سرمایه که میاد میگه که یه در واقع ما میل بنده داریم که اینا خب بنابر اون هستی شناختی بودن اصل تفاوت یا تکینگی هر کدوم یک جهت‌های رندومی کاملا تصادفی دارن. حالا اون جور شدن ضرورت و تصادف یه بحث فلسفی خیلی پیچیده است که اصلا تصادف و ضرورت چجوری با هم جور میشن، واردش نشیم بهتره، از بحثمون دوره. این در واقع جهت‌های میل‌ها اگه فرض کنیم اینها بردار باشن، به معنی که به سمت چیزی، نه به معنی سلبی و منفیش، بلکه به معنی ایجابیش پوینت شده باشن به سمت چیزی، و میل ارباب رو اگر حالا ما ایده متسامحاً مثلا فعلا به سود مالی بخوایم فروکاستش بدیم، توی اون خوانش‌های انتقادی از روانکاوی میشه اینطوری فرض کرد که بگیم اون میل توسط ساختار ایجاد شده و در فاصله‌ای که در واقع فرد یا به تعبیر خود دولوز و گتاری ماشین میل ورز در فولفیلمنتش داره در واقع طی میکنه، اون فاصله و اون پروسه داره یک شکلی از در واقع سود و بازتولید ساختار رو ایجاد میکنه که اون ایجاد شدن میلی که توسط خود ساختار اتفاق افتاده نتیجه کارکرد و عملکرد ماتریس‌های بازخورد و پسخورانده. به این معنی که یک سری گرته برداری از مشابهت‌های اینترسابجکتیو انجام شده، مثلا 10 نفر توی یک حوزه یک میلی شبیه به هم یا تا حدی شبیه به هم داشتن. اون گرته برداری هایی که از ماتریس‌های توسط ماتریس‌های بازخورد انجام میشه میاد الگوها و الگوریتم مشابه اون چیزی که مثلا ما فضای مجازی و به طور خاص سوبژکتیویته مصرف پست مدرن میتونیم ببینیم، میاد یه سری الگوریتم‌های رو بر مبنی این شباهت‌ها خلق میکنه و سعی میکنه اونها رو بر همه اون افراد تحمیل کنه در عین تفاوت‌هایی که بین اونها هست. یعنی به این معنی اون دیفرانسیل رو داره سرکوب میکنه که حالا طبعاً مثلا به معنای کاملا طبیعی کلمه یک سری بیرون زدگی ها بنابر اون تفاوت باید از این ماتریس ها رخ بده. یعنی اون الگوریتم هایی که دارن تحمیل میشن یک سری بیرون زدگی ها ازشون به طور طبیعی رخ میده به خاطر اون تفاوت که یک اصل هستی شناسی فرض میشه، هستی شناختی. و این بیرون زدگی ها دائم دارن توسط اون ماتریس های پسخوران تکمیل میشن. یعنی ماتریس هایی که میان این تفاوت ها و بیرون زدگی ها رو میگیرن
و یه دیالکتیکی انگار بین طرد و ادغامه. یه چیزی داره دائما خارج میشه و دوباره وارد چرخه میشه تا اون تفاوته هی پس زده بشه و اصطلاحی که خود دولوز و گتاری داره، اون انقلابه به تغییر بیفته. به معنی خاص اون اینا مولکولی مراد میکنن، میگن که انقلاب مولکولی اتفاق نیفته تو سطح فردی حداقل. همون چیزی که خودت هم اشاره کردی که مثلا توی جلسه روان تحلیلگری، روان درمانگری میتونیم به این نتیجه برسیم که آقا اصلا اون چیزی که در واقع من اینترنالایز کردم تحت عنوان اختلال اصلا اختلال نیست. یعنی اون لحظه اون چیزی که در واقع ما به عنوان انقلاب مولکولی میتونیم بشناسیمش. آقا ایراد از من نیست، یه ساختاری اون بیرون هست. حالا انقلاب‌های مولکولی میتونن یه انقلاب ماژور، یه انقلاب بزرگتر تو سطح بالاتر رو رقم بده. به این معنی منظور از انقلاب مولکولی چیه؟ بیشتر توضیح میدی؟ منظور همین ایده یا نوشن این هست که در واقع در سطح فردی و در سطح سطوح کوچکتر، نه توی سطح اجتماعی، تغییرات ایجاد میشه یا به شکلی از خودآگاهی میرسیم که اون دیالکتیکی که من بین فرضاً شما هم توی ساختار روان درمانگری بگید بین خودم و روان درمانگر داشتم، یک لوپ معیوبی بوده که خاستگاهش جای دیگری بوده. یعنی من به همون خودآگاهی میرسم که اون لوپ معیوب خاستگاهش جای دیگری. حالا این که قدرتم در اون لحظه ایجاد بکنه که مثلا اقدامی علیهش بکنم یا نه بحث دیگه ای، که اگر مثلا اون نیروهای برسازنده اصطلاحاً به معنی دولوزی کلمه، چون حالا دو تا قدرت داره، دو سنخ قدرت رو در واقع توی فلسفه‌اش داره، یه قدرت برسازنده است و یه قدرت برساز. اون قدرت‌های برسازنده در واقع وقتی در کنار هم قرار بگیرن، علاوه بر اون تغییراتی که در کیفیتشون پیشتر در انقلاب مولکولی به وجود اومده، میتونن تغییرات کمی هم ایجاد بکنن، به این معنی به سمت انقلابات ماژور حرکت بکنن و بزرگتر. و این نکته‌ای که میگی به این معنی میتونیم حالا این خوانش رو، حالا اگه بخوایم مخالف خوانی بکنیم، چون خود من مثلا به عنوان کسی که ظاهرا منتقد روانکاوی مثلا محسوب بشم، اگه مخالف خوانی بکنم، میتونیم بگیم که اگر یک میل نوعی ایجاد شده باشه توی سوژه، چون حالا یکی از نقدهایی که خود دولوز و گتاری هم دارن همین در واقع چند پاره بودن سوژه است، اینکه ما در حتی رادیکال ترین اشکال روانکاوی انتقادی هاش هم باید یک شکلی از سوژه رو فرض بگیریم به این معنا که یک چیزهایی ممکنه درش ایجاد بشه. اما این چند پاره بودن سوژه باعث میشه که اون در واقع گفتگوها و رفت و آمدها بتونه یه پتانسیلی داشته باشه که اون تغییرات ایجاد شده در فرد رو به عنوان انقلاب مولکولی مانیفست بکنه و ایجاد. اگه حالا نکته روی این بحث داری بگو و نکات دیگه. نه، من بیشتر تو این زمینه یاد میگیرم جدا، بدون هیچ چی میگن تواضع بی خود، چون تو زمینه نقد دولوز و گتاری نخوندم چیزی به روانکاوی، بیشتر یاد میگیرم تا اینکه بخوام موافقت یا مخالفتی بکنم. یه نکته هم بهش اشاره کردی، دوست داشتم اونجا هم توضیح بدی راجع به بخشایی که گفتی یه مازادهایی هست که بیرون میزنه و یه گرته برداری هایی به مفهومی مثل گرته برداری اشاره کردی. اونا رو اگه خود بیشتر توضیح بدی، گمان کنم هم برای من مفیدتر باشه هم برای مخاطب. حتما. ببین اون بحثی که ما در مورد گرته برداری داریم، حالا اگه خود برگردیم عقب‌تر، به این معنی که ببینیم مثلا چرا و توی چه فرایندی اون گرته برداری داره اتفاق میفته. به طور خاص مثلا توی لوردون میتونیم اینا رهگیری بکنیم. میاد حالا همون امیال رو تعریف میکنه و میگه غایت نهایی در واقع اون عواطف یا تأثیراتی که نه توسط خود ارباب به صورت اینتنشنال، بلکه به واسطه خود ارباب و توسط ساختار. اینجا خیلی مهمه، یعنی اون ارباب داره یه ساختاری رو ریپرزنت میکنه، بازنمایی میکنه. در واقع داره، فرض بکنیم ما اومدیم دو تا بردار رو گرفتیم، جهت اینا یه زاویه‌ای با هم داره که یکیش در واقع میل بنده هست و یکیش میل ارباب. ساختار از طریق ارباب و به واسطه ارباب سعی میکنه این زاویه رو به صفر برسونه، یعنی تا جایی که این دوتا میل و این دوتا بردار همجهت بشن. اما مانع اصلی که در واقع بر سر این مسئله وجود داره
وجود تفاوت، دیفرنس به طور خاص، دیفرنس به عنوان یک اصل هستی شناختیه. یعنی وقتی چون میدونید وقتی چیزی هستی شناختی باشه نمیشه تا ابد سرکوبش کرد، یعنی یه چیزی که دائم برمیگرده با هر ساختاری و با هر نیرویی. تفاوت به عنوان یک اصل هستی شناختی جهت باعث میشه که افراد یا مولکول‌های سازنده در واقع یک سری جهت‌های رندوم به هر سمتی داشته باشن و حالا اون الگوریتم‌ها یا به طور خاص مثلا اون ماتریس‌ها، اون دقیقا من مفهوم ریاضی ماتریس میان فرضاً مثلا میگم، حالا یه مثال عینی‌تر بزنم که مشخص‌تر باشه. مثلا هم من مثلا هم نیما به طور خاص توی اینستاگرام یک سری از کانتنت های مشخصی رو دنبال میکنیم. مثلا میریم ریلز های مربوط به فوتبال رو میبینیم، نمیدونم مثلا ریلز های بسکتبال رو میبینیم، مثلا ریلز های فلسفه رو هم میبینیم به این معنی. درسته؟ حالا این میاد این شکل از امیالی که حالا به هر دلیلی در ما ایجاد شده رو گرته برداری میکنه. مثلا میگه که من بیام این فعالیت رو، این در واقع اکتیویتی که این آدم ها انجام دادن رو بگیرم، بعد یهو مثلا میبینید اون در واقع مشاهداتی که ما داشتیم داخل این عرض به حضورتون مدیوم اینستاگرام اومده مثلا از بین اکتیویتی های نیما و مثلا امیر حسین برای علی هم رفته. یعنی مثلا اومده اون ریلز رو عیناً برای علی فرستاده چون مثلا من لایکش کردم یا من مثلا کامنتی زیرش گذاشتم. به این معنی اومده، حالا اینو به طور خیلی عینی میگم وگرنه مسئله خودش اومده و این ماتریس رو ایجاد کرده به مثابه یک الگوریتم، به شکل یک الگوریتم ریاضی که اومده اون شباهت ها رو برمیگردونه به ما، چون نمیتونه به تعداد همه مولکول ها، به تعداد همه اصطلاحاً ابنای بشر این الگو برداری رو انجام بده. یه محدودیت ساختاری داره. یکی از مسائلی که آیا این اصلا پیشرفت تکنولوژی میتونه خیلی خطرناک باشه همین بحثه که اصلا میتونه این الگوریتم ها رو بی‌نهایت تولید بکنه یا نه. اگه بتونه خیلی خطرناکه. اگر حالا بیاد این در واقع ماتریس ها و الگوریتم ها رو تولید بکنه و تحمیل بکنه به سوژه، میتونه اون بردارها رو به اون شکلی که میخواد با تولید عواطف جهت بده. مثلا حالا اون دو تا عاطفه خاصی که لوردون نام میبره ترس و امیدن. یعنی مثلا میاد توضیح میده که توی نئولیبرالیسم به طور خاص، حالا این کلمه‌ای که ایرانی‌ها خیلی روش حساسن اون نئولیبرالیسم، ولی یه چیزیه که حالا هست دیگه، خوشمون بیاد یا نه کاری نداریم تو کشور ما هست یا نه، این بحث ماست. ولی نکته اینه که توی نئولیبرالیسم و ساختارهای اقتصادی سیاسی نئولیبرال این همجهت شدن دائم داره فورس میشه توسط این الگوریتم ها و ماتریس های بازخورد. حالا ماتریس های پسخوران چیکار میکنن؟ اون شکل دیگه از ماتریس ها، چون همونطور که عرض کردم تفاوت یا دیفرنس یه بحث هستی شناختیه و به تبع اون مثلا امیال و دیزایرهای علی با مثلا من و نیما متفاوته. طبعا علی میخواد یه ایکس دیگری رو هم مشاهده بکنه و این باعث میشه مثلا لایک ها، کامنت ها و ریاکشن های علی از اون الگوریتمی که استخراج شده از الگوی بنده و نیماس بیرون بزنه. میدونید چی عرض میکنم؟ حالا واسه اینکه شما حلقه رو بزرگتر بکنید، مثلا حلقه امیر حسین نیما علی رو بزرگتر بکنید به 4 نفر، میاد الگوریتمی که از در واقع بیرون زدگی علی رو از اون الگوریتم اصطلاحاً اینترنالایز میکنه داخل الگوریتمی، فرمول یا عدد جدید واردش میکنه که علی هم الگوی علی هم اضافه بشه به الگوی نفر چهارم و این الگوها هی تکرار بشن تا اون امیال قابلیت تدهی شدن رو پیدا بکنن به واسطه ارباب یا واسطه میل ارباب. متوجه شد. اوکی. مرسی از توضیح. خب به این نکته که اشاره کردی به نظر من هم همینطور میاد در مورد فروید که بیشتر بر مبنای لکه، یعنی میل بیشتر بر مبنای یه لک یا فقدان به تصویر کشیده شده. من به نظرم فی باد نظر که یعنی در وهله اول که نگاه میکنم به نظر من این نقد
درستی میاد. این یه نکته بود که میخواستم راجع به اون نقد اولت بگم. یه نکته دیگه هم هست و اونم این که من بازم همچنان دوست دارم برگردم به این حالت امبیولنت بودن فروید برای متفکران. یعنی مثلا همین حالا لکی که شما بهش اشاره کردی، مثلا برای بعضی از متفکرای فمینیست معتقدن که مفهوم زن تو روی کرده فرویدی بر مبنای یه لکی شکل میگیره، یعنی اون چیزی که به عنوان زن برساخته میشه بر مبنای فقدانه. اما در این حال شما مثلا افرادی رو داری که مثلا فرض بکن نانسی چودورو یا کودورو که اینا از روی کرده روان تحلیلگری استفاده میکنن به نفع روی کردهای فمینیستی خودشون. من کاری به این ندارم که کدوم یک از اینا موجه تره یا ناموجه ها. من فقط میخوام به این ماهیت دوگانه رویکرد فروید اشاره بکنم که انگار یه بذرهایی از این سری چیزها توش هست، از جمله مثلا اون نقل قولی که خوندم به دوست خودش که نمیتونست افراد نوروزی رو درمان بکنه که آقا سوشال اینستیتوشن ها مهمن. در یه بازشناسایی داره فوکو از این ایده که یه چیزی به غیر از عوامل اینتراسایکیک هست که سوژه رو متاثر میکنه و به نظر میاد ما نمیتونیم تو اتاق درمان همچین چیزی رو لحاظ بکنیم، دست کم به معنای سنتی که تو روانکاوی داریم. یه نکته دیگه ای که من اینجا یادداشت کردم بهش اشاره بکنم، یه نکته هم که بهش گذرا اشاره شد، من دوست دارم روش به وایسم که همچنان توی روان تحلیلگری وجود داره. اونم نقدیه که فوکو طرح میکنه به روان تحلیلگری که میگفت آقا شما توی نورمالایزیشن یا هنجارسازی یه انتقاد به هدف تحلیل وارده که عبارت است از اسیمیلیت کردن سوژه در نظم مستقر اجتماعی موجود. این هدف تحلیلی که خب نقدش میکنه. یکی دیگه همون ابزار تحلیله و به 3 تا چیز فوکو اشاره میکنه. من دوست داشتم این 3 تا رو بگم چون به نظرم چیزای جالبیه. خب فوکو میدونید که با این ریپرسیو هایپوتزیس مشکل داره تو تاریخ جنسیتش. وقتی اشاره میکنه به فرضیه سرکوب به این معنا که مثلا در دوره از قرن 17 به بعد شما با این ایده مواجهی که امور جنسی سرکوب شدن توسط قدرت‌ها، نادیده گرفته شدن. فوکو با این ایده مخالفه و خب فروید هم به همچین ایده‌ای باور داره و از این جهت منتقده. این یه نکته با ریپرسیو هایپوتزیس مشکل داره فوکو. یه نکته دیگه ای هم که بهش اشاره میکنه اینه که اون دوره که اسایلم ها، یعنی اون پناهگاه هایی که مجانین رو میبردن توش یا افرادی که از نظر جامعه باید طرد میشدن، جزو ما محسوب نمیشدن، دیگری جامعه بودن، میرفتن توی این اسایلم ها. تو این اسایلم ها 3 تا ویژگی وجود داشتش، یعنی این عنصر قدرتی که اونجا وجود داشت 3 تا ویژگی داشت که شما این 3 تا ویژگی رو توی چیز هم میبینید، توی اعتراف کردن به کشیش ها میبینید. در حقیقت فوکو از اینجا هستن این 3 تا ویژگی رو میگیره که این 3 تا ویژگی که توی اعتراف وجود داره، یکی سکوت، یکی خیرگیه و یکی قضاوت اخلاقیه. که اون کشیش ساکته، اون فردی که اومده برای اعتراف دائم در حال اعتراف کردن و حرف زدنه که من چه کردم و این کار رو نباید میکردم، یعنی منطبق با یه نظم از پیش تعیین شده‌ای باید افعالم رو منطبق میکردم که نکردم. یه خیرگی هست که خب خیرگی از بالا به پایینه، یعنی کشیش نگاه میکنه به اعتراف کننده که خب حالا بگو، و بعدم یه قضاوت اخلاقی هست که خب حالا باید درست شی. خب به نظر فوکو معتقده که ما همینها رو تو اتاق درمان هم تو روانکاوی میتونیم ببینیم، به این معنا که
شما تو اتاق درمان همون پروسه اعتراف کردن منتقل شده از اون اتاقک به اتاق درمان، که شما در اتاق درمان سکوت درمانگر رو داری و حرف زدن درمانجو رو، خیرگی درمانگر به درمانجو رو داری و قضاوت اخلاقی. حالا اون دوستانی که تو حوزه روان درمانی کار میکنن ممکنه بگن که وظیفه درمانگر اینه که قضاوت اخلاقی نکنه، اما به نظرم اینو باید اینطور فهمید که قضاوت اخلاقی رو باید اینطور فهمید که این درمانگره که قراره در نهایت به درمانجو بگه که اون چه که از ناخودآگاه به سطح آگاه اومده یک معنیش چیه، این معنیش رو من تعیین میکنم از یه موضوع سلسله مراتبی. دو، و این آیا درست نادرست کدومشه، به معنای باهینیش میگم. یعنی که خب وقت اگه قراره درمان بشی به چه معناست؟ به این معناست که تو باید بخشی از اون چیزی رو که از حوزه ناخودآگاهت اومده چیکار بکنیم؟ منطبقش بکنیم بر یه سری از حالا ساختارها، رفتارها، هنجارها یا انتظارات از پیش موجود. اگه قضاوت اخلاقی رو به این معنی بگیریم، خب فوکو با این سبک از روان تحلیلگری مشکل داره. اگر روان تحلیلگری رو به اون معنایی که من ابتدا گفتم بفهمیم، که مثلا افرادی مثل ایان پارکر هم بهش اشاره میکنن، به اینکه دیگه اون رابطه قدرت رو به هم بریزیم و توی یه فرایند اینتر سابجکتیو به طرف بگیم که خب از نظر تو این اختلال یعنی چی؟ آیا فکر نمی‌کنی که این اختلال ممکنه اختلال نباشه، یه عده اسمشو گذاشته باشن اختلال، و این در حقیقت تویی که سالمی که داری واکنش نشون میدی به یه وضعیت نامطلوب. این به نظرم میتونه برگردونه اون مطلوبیت روان تحلیلگری رو توی یه رابطه درمانجو درمانگر. آره، این نکاتی بود که من میخواستم بهش اشاره بکنم. چیز دیگه ای الان به ذهنم نمیرسه. یا هانی اون مقاله ای هم که گفتم بعدا نگاه میکنم به دوستان میگم اگه دوست داشتن مراجعه بکنن، یه مقاله هست از جول وایت بوک. تو سنت دانشجوهای ما من همچنان نمیتونم اون ویژگی معلم بودنم رو بذارم کنار. معمولا اینطوریه که ما به خود متفکرها اشاره نمی کنیم، مقالات رو ازشون یاد نمی کنیم، بهشون ارجاع نمیدیم. من دائم تعمدن این کار میکنم که نقل قول میکنم از خود فروید یا مثلا به مقالات اشاره میکنم که این عادت جا بیفته. جول وایت بوک مقاله‌ای داره به نام Against Interiority Foucault's Struggle with Psychoanalysis. اون مقاله جالبیه، اگه دوستان خواستن میتونم بهش مراجعه بکنن، ولی همواره تاکید میکنم که بین افرادی که بعد از هم عصر فوکو یا بعد از فوکو اومدن رویکردهای کاملا متضادی میتونید ببینید در مورد رابطه فوکو با روان تحلیلگری. یعنی عده‌ای معتقدن که فوکو ریجکت میکنه، هرد میکنه روان تحلیلگری رو، عده‌ای معتقدن که نه میپذیره، و عده‌ای معتقدن که رابطش خیلی امبیوالنته. من اون امبیوالنت بودن رو خیلی دوست دارم، چون که گاهی اوقات براش جذاب روان تحلیلگری، گاهی اوقات نه، نقدش میکنه. مرسی از نکاتی که در مورد چیز گفتی، یاد گرفتم. من دولوزو من مطالعه نکردم تا به حال نقدای دولوز رو به روانکاوی. نکات جالبی بودن. ممنون از خودت نیما جان. من خیلی یاد گرفتم، چون این حوزه تخصصی نیست واقعا و خیلی وارد نیستم تو حوزه روانشناسی و روانکاوی. یه سوال دیگه ازت داشتم و خودم هم نکته پایانی رو بگم که ببندیم گفتگو رو، که بیشتر وارد حوزه تخصصی خودت که روانشناسی اجتماعی سیاسی هست بخوایم بشیم. بخوایم حالا از امکان اساساً انتقادی شدن روانکاوی پرسش بکنیم، نه صرفاً در واقع این که ببینیم خودمون چقدر میتونیم انتقادی کنیم. یعنی بپرسیم، اینطوری بپرسیم که بین اون چیزهایی که در واقع گفتمان‌ها یا مبانی که برای روانشناسی سیاسی اجتماعی در واقع ایجاد و فرض میشه، چقدر متمایل به روانکاوی و اصلا روانکاوی چقدر توش نقش داشته، یه شکلگیری در واقع
روانشناسی سیاسی اجتماعی. ببین من تا به حال تو روانشناسی سیاسی که ندیدم استفاده بکنن از روان تحلیلگری یا روانکاوی. تو روانشناسی اجتماعی خب بازم همون تقسیم بندی که مرسومه رو شما میتونی پیدا بکنی. یعنی مثلا تو روانشناسی اجتماعی شما یه روانشناسی اجتماعی مینستریم داری که اصلا کار زیادی به روان تحلیلگری ندارن. یه روانشناسی اجتماعی انتقادی داری که اونا دیگه اصلا اسمش هست سوسیولوژیکال سوشال سایکولوژی، یعنی بهش میگن روانشناسی اجتماعی جامعه شناختی. یعنی اینا کلا چون صورتبندیشون از سوژه با صورتبندی مینستریم از فرد فرمودن فرد استفاده میکنن. اونجا میگن فرد ایندیویدوال، اینجا میگن سوژه. چون صورتبندیشون متفاوته طبیعتا شما وقتی میای تو روانشناسی اجتماعی انتقادی دیگه روانکاوی یا روان تحلیلگری تبدیل میشه به یکی از مهمترین ابزارهایی که اینا استفاده میکنن در روانشناسی اجتماعی برای تحلیل مسائل. بنابراین اگه این تفکیک رو بهش باور داشته باشیم، این هست دیگه، این تفکیک هست. شما مثلا میگم اگه به کتاب هپبورن مثلا الکسا هپبورن مراجعه بکنین که راجع به روانشناسی اجتماعی انتقادی نوشته، اونجا توی کتاب روانشناسی اجتماعی قاعدتاً، ولی شما جودیت باتلر داری، دریدا داری، لاکان داری، فوکو داری، همه اینا اونجا هستن. مثلا هلن سیزو هست، لوئیس ایریگاری هست. این روی کرده روانشناسی اجتماعی به دلیل جامعه شناختی بودنش دست کم از نظر من یه مفهوم غنی‌تری از سوژه طبیعتاً به ما میده و اونجا تو اون روانشناسی اجتماعی امکان طبیعتاً انتقادی بودن هست که حتی اگر آدمایی مثلا ایان پارکر رو هم اضافه بکنی به داستان، اونها دیگه اصلا قائل به اینن که اتفاقا اون چیزی که ما رو عنصر رهایی بخش یه تفسیر خاصی از روان تحلیلگریه که امر تبدیل شده، اون امر بیرونی که تبدیل شده به ناخودآگاه همون ساختارهای سرکوبگره، همون اموری هستن که تولید میل میکنن که ما به عنوان ناخودآگاه اینها رو میپذیریم. میگه تو وقتی این ناخودآگاه رو تحلیل بکنی، این رو آشکارش بکنی، سوژه رها میشه. میگه از این حیث میگه اتفاقا روانکاوی رهایی بخشه، ولی خب به این معنایی که خودشون از ناخودآگاه مراد میکنن. بسیار عالی، ممنون از توضیحات نیما جان. من یه نکته آخر رو بگم و بریم برای پرسش و پاسخ. دوستان اگر پرسشی داشتن مطرح بکنن بعد از اینکه حالا نکته بنده تموم شد. خب ببین، ژیل دولوز به طور خاص توی حیات فکریش میشه با یه تقریبی به 2 دوران تقسیمش کرد که دوران دومش رو میشه مثلا به بعد از همون با همراه شدن پیوستن گتاری بهش در نظر گرفت که حالا خود مثلا ژیژک که طرفدار روانکاوی هم خیلی به گتاری فحش میده که اصلا چرا نذاش درست تو این سنت بمونه. یعنی مثلا یه جای از دست رفته میدونه یه همچین چیزی. بعد توی حالا قسمت این آنتی اودیپوس و چند تا نکته‌ای که گفتم مثلا چند تاشم مون که زیاد اهمیتی نداره، توی دوران دوم حیات فکری دولوز هست و بازم حالا با این حال توی دوره اول فکر خودش یک سری مواجهات و نقدهایی رو توی سردی و شقاوت با فروید داره به طور خاص و با دریافت و تفسیر فروید از سادیسم و مازوخیسم. اینکه می‌خواستم آخرش هم یه پرسشی از خودت در این مورد داشته باشم، اینکه حالا دولوز میگه که برخلاف اون چیزی که فروید میگه و این یه خوانش برگسونی و نقدیه که از چشمانداز برگسونی به در واقع فروید انجام میده، میگه که اون قابل تبدیل بودن سادیسم و مازوخیسم در واقع در فروید بر اساس یه خوانش برگسونی اساسا درست نیست، چون توی خود برگسونیزمش هم هست. میگه که
بعضی چیزها هستن، بعضی مسائل، بعضی پدیدارها هستن که به لحاظ اونتولوژیکال یا هستی شناختی اینا از هم متمایزن، اما در تجربه چون در کنار هم دیده میشن ما ممکنه این خطای شناختی برامون رخ بده که اینا رو یک جوری در پیوند با همدیگه بفهمیم، یه چیزی براش به همون تعبیر عامیانه ببافیم که اینا رو وصل کنیم به هم دیگه، در حالی که میگه توی در واقع کسب تجربه یه فرایندی رو توضیح میده به اسم دیفرنشیشن و بعد اینتگریشن. یعنی میاد میگه که ما یک چیزی که در تجربه در واقع به عنوان یک پدیدار، دو پدیداری که با هم در هم تنیده هستن رو یک جا میبینیم، بیایم اول بتونیم از لحاظ اونتولوژیک از هم تفکیکشون بکنیم و بعد ببینیم که طی چه پروسه‌ای اینا در واقع در کنار هم باعث میشه که تو تجربه دیده بشن. یعنی اون پروسه‌ای که باعث میشه اینا در داخل یه تجربه‌ای در پیوند با هم فهمیده بشن چیه؟ یعنی اول دیفرنس میکنن و شکاف میده و بعد نزدیک میکنه که بتونه پدیده ها رو بشناسه. به این معنی اساساً قائل نیست که حالا اون تفسیر اودیپی فروید از ساد و مازوخ که مثلا حالا مازوخیسم مثلا محصول اون روابط پریجنیتال، حالا نمیدونم پیشا تناسلی مثلا تفسیرش میکنه. به این معنی پیشا تناسلی در واقع با مادر داره تفسیر میکنه خود درست. به این معنی یعنی اینجا اون تفکیک اتفاق میفته که توی در واقع تفسیر درست از سادیسم و مازوخیسم عین لذت جنسی برای سادیست توی ساحت فکر اتفاق میفته و برخلاف این که فروید میگه که در ایجاد درد یا مثلا شکنجه اون لذت ایجاد میشه، فروید میگه در واقع دولوز ایدهش اینه و نقدش به فروید در مورد سادیسم اینه که لذت در سادیسم در واقع توان تحقق اون افکاریه که در واقع اون سوشال کانستراکت قابل آشکار کردن نیستن، نه صرفا در واقع تحمیل درد یا شکنجه به طرف مقابل. و میگه سادیسم در داخل اون جهان فکرشه که لذت رو میبره، حتی دقیقا لذت جنسی رو هم میگه که میبره، و مازوخیسم بیشتر در مورد ایده های مثلا مذهبی، هنری یا مثلا به این معنی در واقع سیاسی حتی میتونه لذت رو دریافت بکنه و اون هم دقیقا اصل لذت فرویدی رفتن به سمت پلژر و پرهیز کردن از درد براش رخ بده. این هم یه نقدیه که تو دوره اول فکریش داره به فروید و حالا اگه دوستان پرسشی دارن ما در خدمتشون هستیم. فرمودن که چگونه میتونیم رابطه بین قدرت و دانش رو در نظریه‌های روانکاوی تحلیل کنیم؟ آیا روانکاوی خود به عنوان یک ابزار قدرت سیاسی عمل نمی‌کند؟ می‌خواید نیما جان شما جواب بدید حالا اگه من چیزی به ذهنم رسید. چرا؟ طبیعتاً راجبش صحبت شد که روانکاوی میتونه به عنوان اعمال قدرت سیاسی عمل بکنه. پاسخش مشروطه، بله میتونه این کارو بکنه، میتونه رهایی بخش هم باشه. بستگی به این داره که شما رویکرد اینتراسایکیک یا درون روانی داشته باشی، تفسیرت از روانکاوی این باشه، یا اینکه نه مثلا مثل افرادی مثل یان پارکر رویکرد دیگه به روانکاوی داشته باشه. بنابراین پاسخ سال دوم این که میتونه باشه و حالا غالبا هم هست تا متاسفانه اونطور که دستی کم تو ایران غالبا پرکتیس میشه. اما اینکه چطور میتونیم رابطه بین قدرت و دانش رو تو نظریه‌های روانکاوی تحلیل کنیم، نمیدونم اینو میخوای تو بگی؟ برای من خیلی طولانی به نظر میاد پاسخ پرسشی تجربهش خاص. حالا من چون خودم خیلی دانشی تو این حوزه ندارم نمیتونم ببینم که مثلا دقیقاً کجاها میتونه پیوند بخوره، ولی خب به یه معنا اگه بخوایم از خود روانکاوی هم بیایم بیرون همه چیز سیاسیه. یعنی شما وقتی دارید در مورد یه چیزی صحبت میکنید دیگه خیلی پرسش که مثلا آیا میتونه به عنوان یه عامل، یه فاکتوری عامل سیاسی عمل بکنه یا نه، خب مطرح نمیشه، چون به یه معنا همه چیز سیاسیه و این مسئله از پیش حل شده است. باید ببینیم که در روابط قدرت چطور نقش ایفا میکنه که حالا نیما جان مفصل‌تر توضیح دادن که خوانش‌های مختلف از روانکاوی چطور میتونن داخل ساختار قدرت خودشون رو تعریف بکنن، چه به عنوان نیروهای هماهنگ با
قدرت، چه به عنوان نیروهایی که حالا تو سطوحی مثل انقلاب مولکولی عمل می‌کنه. فرمودن که ریشه های راجع فلسفی آره روانکاوی. من اصلا بگم بگو شما. ببینید خب یه خورده بحث مفصل میشه. مثلا حالا بنیادین ترین داستان، قسمت داستان میتونه این باشه که در واقع اون ایده عقل محض کانت، نقد عقل محض کانت رو فروید میگیره. یعنی ما اون ایده اصلی که آقا ذهن ما، عقل انسان همه چیز رو نمیتونه پیدا بکنه، یعنی خیلی بنیادین اگه بخوایم نگاه بکنیم، و اون حدود و نقدهایی که در واقع موانع ذاتی که بر سر راه عقل هستن رو فروید بهش قائله و این بنیادین ترین قسمتشه. دو تا فیلسوف دیگه که ادامه بده بگو. دو تا فیلسوف دیگه ای که عرض به حضورتون فروید خیلی حالا به طور خاص، چون حالا میخوایم در مورد مبانی صحبت بکنیم، تحت تاثیرشون هست، شوپنهاور و نیچه هستن. اوایل بس اگه خاطرتون باشه عرض کردم که نیچه میاد به یه شکلی حالا نزدیکترین مفهومش در واقع یا کانسپت هاش به روانکاوی همین بحث آپولون و دیونوسوس هست، که میاد دیونوسوس رو به یک شکلی نزدیک به ناخودآگاه تعریف میکنه و میگه اون روحیه که در تراژدی های یونانی به طور خاص در مثلا کورس هاش وجود داشته، و مثلا میگه روح آپولون در خود تکست بوده، در متن نمایشنامه بوده و اینا. خیلی در واقع توضیح میده روی این داستان. فروید میاد از این در واقع ایده استفاده میکنه برای تعریف ناخودآگاه. البته به معنی خود ناخودآگاه که تعریف نمیکنن، چون توی روانکاوی میگن اگه ناخودآگاه رو تعریف کنیم میگه ناخودآگاه نیست، یعنی از اون چیز خودش خود متناقض میشه. و جای دیگه ای که در واقع فروید خیلی تاثیر میگیره از شوپنهاور هست. یعنی حتی البته خودش خیلی جالبه که انکار میکنه، میگه من مثلا اواخر دوره فکریم از شوپنهاور اینو گرفتم، ولی حتی اگه برگردید توی بحث تعبیر خوابش که جزو کار اولیش حساب میشه، اونجا حتی رفرنس مستقیم به شوپنهاور داره. یعنی تو شما مثلا توی رساله درباره جنون شوپنهاور یا رساله خود کتاب اصلیش بگردید، خیلی ایده هایی پیدا میکنید که نزدیکن به فروید به طور خاص. منتها خود اون ایده اصلی که دریافت میشه توسط فروید، دویل زوملیبن یا اصطلاحاً اراده معطوف به حیات هست، که توی فلسفه شوپنهاور اون نیروی بنیادین و کور و همون به معنا بیشعوریه که منجر درایو هست در واقع، که انسان رو حرکت میده به سمت در واقع چیزهای بیرونی و کسب کردن یه سری چیزها که کاملا آنکانشس است. منتها یه تفاوتی که هست اینه که شوپنهاور قوه خرد رو در واقع در کنار اراده، ضمن اینکه حالا میدونه که مثلا به همون معنی که ما توی فروید میگیم مثلا افکار ما توی خودآگاه همه یک چیزهایی در ناخودآگاه بودن، میگه که حالا شوپنهاور اینجا یه سپریشنی داره، یه جداسازی داره. میگه که توی عوام اصطلاحاً حالا به تعبیر خودش افکار و قوه خرد اصولاً تسعید شده اراده است. یعنی یه چیزیه که یه قوه‌ایه که حالا اینو ما تو اسپینوزا هم داریم. میگه که اون قوه خرد یک نوکریه، خادمیه برای اون اراده و اون ویل که بیاد خواسته هاش رو جاستیفای کنه. یعنی مثلا حتی بخواد آدم بکشم بیاد این جاستیفایش کنه. منتها توی خواص یا اون چیزی که حالا دو طیف میکنه اینو، میگه فرزانگان و فیلسوف، که حالا این دو طیف رو جدا میکنه، میگه که نه فرزانه نیازی به فیلسوف بودن داره، نه فیلسوف نیازی به فرزانه بودن. منتها این دوتا جفتشون عوام نیستن. توی این دو طیف خرد به اندازه‌ای میتونه متورم بشه، نه به شکل مصنوعی، به شکل واقعی، که بیاد این اراده ها رو سرکوب بکنه. یعنی اصلا به اون معنی فرویدی، حالا یه سری نوشن‌های فرویدی مثل اسوسییشن یادآوری یا مثلا حتی تعبیر رویا هم به معنی تو شوپنهاور دیده میشه، منتها خیلی ضعیفه، چون شوپنهاور خیلی تاکید داره روی سرکوب شدن این قوه اراده توسط خرد. حالا اینا خیلی خلاصه مبانی فلسفیه که یا تأثیراتیه که فروید از فلسفه و البته توی روانکاوی مثلا متأخرتر توی لکان شما تاثیرات هایدگر و هگل رو هم می‌بینید. ما تا در مورد فروید بخوایم بحث بکنیم عمده‌اش این سه تا است. من می‌خواستم یه نقل قولی از خود فروید بکنم راجع به کانت که گفتی. یه نوشته داره به نام ضمیر ناخودآگاه که شهریار وقتی پور
ترجمه کرده، تو ارغنون چاپ شده که قدیما منتشر میشد. صفحه 139ش اونجا میگه که دقیقا همونطور که کانت به ما هشدار داد که این حقیقت را از قلم نیندازیم که ادراکات ما به صورت ذهنی مشروطند و نباید آنها را با آنچه ادراک می شود ولی خود ناشناختنی است یکی بگیریم. میگه فنومن رو نباید با نومن یکی بگیریم. میگه کانت به ما هشدار داد که آقا فنومن رو با نومن اشتباه نگیر، اینا با هم فرق میکنن. میگه همینطور که کانت به ما این هشدار رو داد، روانکاوی هم به ما هشدار میدهد که نباید ادراکاتی را که به وسیله آگاهی صورت میپذیرد با فرایندهای ذهنی ناخودآگاهی یکی بگیریم که ابژه آنها ادراکاتند. نظیر امر فیزیکی، امر روانی ضرورتی ندارد که همانطور که وجود دارد بر ما ظاهر شود. این میخواستم بگم که این اشاره صریح خود فروید به کانت که همونطور که انگار یه وام گرفتگی وجود داره که بین اون نومن و فنومن، حالا اینجا یه تفاوتی وجود داره که به نظر میاد که یه دسترسی به ناخودآگاه هست از طریق سمبل ها و اسوسییشن ها و تداعی ها و اینها. ولی برام جالب بود که این نقل قول رو بخونم. مرسی ازت. حالا این نکته آخر که گفتی، قسمت پایانی نقل قول که مثلا میگه پدیدارهای روانی لزوما آنگونه که هستن پدیدار نمیشن بر ما، خیلی جالب. حالا برگردیم عقب‌ترش رو میدونیم که فروید شاگرد برنتانو بوده و حتی برنتانو کشیش بوده. حالا واسه اینکه دوستان بدونن میگم از دل تعالیم اصطلاحاً برنتانو، هوسل و در واقع تو فرگن فکر میکنم اگه درست خاطرم باشه بیرون میاد. یعنی اینقدر دایورس بودن طیف شاگرداش و به یه معنی میشه حتی این عبارت آخر یه عبارت پدیدارشناسانه خوند. یعنی مثلا به شکلی پدیدارشناسانه که در واقع اون چیزه در افق پدیداری داره به شکل خاصی به ما پدیدار میشه، پدیدار روانی. و البته یه تفکیکی بین پدیدار روانی و فیزیکی قائل اینجا که یه خورده کانفلیکت میتونه درست کنه از لحاظ فلسفی که مکاتب هر کدوم حالا به یه معنی نگاهی بهش داره. من می‌خواستم عرض بکنم که تکمیلی باشه. این شاگرد برنتانو بودنش خیلی نکته مهمیه. سلام بفرمایید. خسته نباشید. ممنون. همچنین عذر میخوام عرضم به حضورتون، من یه سوال داشتم در خصوص بحث روانکاوی و مارکسیسم. خب رابطه این دوتا هم رابطه عجیب غریبی بوده. مهمترین برخوردان توی مکتب فرانکفورت بوده با قضیه که ابتداء از ویلهلم رایش شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا بحثایی که فروم مطرح میکنه و نهایتا خود دخالت‌هایی که آدرنو میکنه و هورکهایمر و نهایت بحث به مارکوزه میرسه. فراز و نشیب‌های بسیاری داشتن. من فقط یه سوال کوتاه داشتم. فروم اونجایی که شروع میکنه که به اصطلاح مارکسیسم رو و روانکاوی رو با هم دیگه یک اختلاطی بین اینها ایجاد بکنه و اعتقادش بر این بوده که مارکسیسم محتاج بصیرت‌های روانشناختی هستش و مهم میدونه این قضیه رو که باید بهش توجه بشه و یک اختلاطی بین اینها به وجود بیاد. ولی بحثم سوالم این بود که در مورد ضرورتش نمیخوام صحبت بکنم که ضرورت داشته یا نداشته. خب میگم بحثای خیلی متنوعی بوده و فراز و نشیب‌های بسیاری داشته، ولی بحثم این بود که فروم تأکیدش اینه یا خود هورکهایمر بعد روی این قضیه تأکید میکنه که این تیکه رو من از خود هورکهایمر نقل میکنم، از یک مقاله هستش که روی همون ارغنونی که آقای نیما اشاره کردن چاپ شده و اونجا هورکهایمر میگه با فروم موافق است که این روانشناسی باید روانشناسی فردی باشد. هیچ نوع روح توده‌ای یا آگاهی جمعی حقیقتاً وجود ندارد، هرچند عوامل اجتماعی بر تشکیل روانشناسی فردی تأثیر میگذارند. این تأکیدش روی بحث فردیت و اینکه روانشناسی حتما باید فردی باشه، این برای من خیلی مهمه. حالا اون ترکیب با مارکسیسم یک بحثه که اون جنبه‌های اجتماعی قضیه رو خیلی بولد میکنه،
و عمده میکنه، ولی این تاکیدش روی این که ما روح توده‌ای یا آگاهی جمعی نداریم و روانشناسی باید فردی باشه. یکی این بحثه اینجا برای من مهم بود، جای سوال داشت. یکم بحثی که لوسیان گولدمن در مورد فوکو میکنه، حالا بعد از اون جریانات می 68 که اتفاقاتی که میفته، بحثایی که بعد از اون اتفاق میفته، یک مقاله ظاهرا فوکو می‌نویسه، مرگ مؤلف. لوسیان گولدمن به اون مقاله جواب میده و در پاسخش می‌نویسه، چون اونجا فوکو روی ساختارها خیلی تاکید میکنه و اهمیت ساختارها، و لوسیان گولدمن اونجا تاکید میکنه که این ساختارها نیستن که به خیابون میان، این ساختارها نیستن که انقلاب میکنن، این انسانها هستن که به خیابان میان، این انسانها هستن که در خیابان راه میرن و انقلاب میکنن. این تناقض رو نمیدونم، حالا این برای من جای سوال بود که آیا ساختارها مهمند یا اون ایجنت عامل فردی مهمه، که این تاکیداتی که میشه می‌خواستم این روشن بشه. ممنون میشم. مرسی. میخواید شما بگونیم آجان اول، حالا من اگه نکته بزنم بس. این عذرخواهی شاید میکنم، من میکروفون میبندم گوش میدم به صحبتاتون. مرسی علی جان از پرسش. ببین من در مورد پرسش دومت یه در حقیقت با پرسش باید بهش پاسخ بدم. شاید پرسش رو عمیق‌تر کنم، نمیدونم، چون پاسخ دادم به پرسش دوم به نظر من کار دشواری. اونم بحث بین فرد و ساختار یا ایجنسی فردی در برابر ساختار هاست. ببین صورتبندی که ما از فرد داریم، ما به نظر میاد که الان توی یه وضعیتی وجود داریم که توی یه دوتایی هستیم غالبا، این فرد و جامعه یا فرد و ساختار. من گمان کنم ما اگر بتونیم باید از این دوتاییه درآییم بیرون و اینطوری قضیه رو ببینیم که ایجنسی فرد از رهگذر ساختارها تحقق پیدا میکنه یا فرد از رهگذر یه رابطه اجتماعی ساخته میشه. بنابراین اگه از این دوتایی بتونیم بیایم اینطوری بتونیم بیایم بیرون، شاید بتونیم به صورتبندی دیگه از مسئله بدیم. بنابراین من خیلی وقتی که نه، یه مدتیه که دارم تلاش میکنم از این دوتایی بیام بیرون. اگر ما فرد رو برخواسته از یک سری روابط اجتماعی ببینیم، حالا این روابط اجتماعی میتونه به معنای خیلی پایینش باشه، بین فردی بگیرید تا ساختارها و نهادهای خیلی بزرگتر، خرد فرهنگ و غیر بزرگ. اگه فرد رو برخواسته از این روابط اجتماعی ببینیم، در این صورت ایجنسیش رو هم تو همین مجموعه، تو همین روابطی که ازش فرد بلند میشه، ایجنسیش معنی پیدا میکنه. این یه نکته است. یه نکته دیگه ای که مربوط به سوال اولت میشه و فقط میتونم بهش اضافه بکنم چیزی، اینه که ببین من شاید یه همدلی با این داشته باشم، اونم شاید به دلیل اینکه یه استخونی تو روانشناسی ترکوندم، یعنی انگار که اون تأثیره از من رها نمیشه و اونم اینه که بالاخره اون ساختارها تأثیرشون، امیالی که ایجاد میکنن و غیر و ذالک، برمیگرده به بخش اولم. چون فرد از دل اینها زاییده میشه، اینها در نهایت تبدیل میشن به چی؟ اینها تبدیل میشن به یه سری امور سابجکتیو. اینا اگه بخوام به زبان فلسفه ذهن بگم، اینا کوالیان. یعنی بالاخره من اینو به یه معنایی یه طور خاصی تجربه میکنم. یعنی این تجربه سابجکتیو من در عین فردی بودنش، اگه اون صورتبندی اول رو بپذیریم که فرد از دل ساختارها، از دل روابط میاد بیرون، اون ساختارها هستند که سوبژکتیویته من رو می آفرینن. بنابراین به نظر من اگر اینطوری ببینیم، شاید این دوتاییه رو بتونیم یه جورایی بهش غلبه بکنیم. من اون چیزی که من نمیگم پاسخه هایی که من میگم، نمیگم پاسخه، این چیز دشواری این داستان.
این چیزی که به ذهن من میرسه اینه. بسیار عالی، ممنون از پاسخت نیما جان. حالا چون پرسشی که مطرح کردن خیلی بنیادین و کلیه و حتی آنگوینگ هم هستی، یعنی بحثیه که هنوز در جریانه و حالا شاید هم بشه گفت که هیچ وقت به نتیجه ای نمیرسه، به نتیجه قطعی، فقط روی کردها حالا شاید متحول بشن به نسبت. حالا یکی ساختارگرایانه نگاه میکنه که مثلا افراد دارن ساختار رو بازنمایی میکنن، یکی پس از ساختارگرایانه نگاه میکنه، بحثا متفاوته. اما خب حالا اگه بخوایم مثلا یه پاسخی داده باشیم که پرسش رو هوا نمونه، مثلا من بخوام همین روی کردی که تا الان اومدم جلو دلوزی بخوایم بررسی بکنیم، خب دلوز مسئلهش تبیین فرد به عنوان یک اسمبلاژ هست، یعنی میاد میگه فرد یک مجموعه ای هست، در واقع اون متریال ژنتیکیش، اون چیزی که در واقع اصلا زیستی درش وجود داره، اون بحثایی که توی خانواده اتفاق میفته، اون سوشال استراکچرها، در واقع ساختارهای اجتماعی، که اینا همه میان در اون واحد مولکولی در واقع یه شکلی از اختلاط و ترکیب میرسن و اونجا خودشون رو اکسپرس یا بیان میکنن. حالا این یه شکلی از اون تبیین دولوزی مسئله است. تا اینکه روی کردها چی باشه اونقدر تنوع داره که حالا بخوایم بگیم خودش 5-6 جلسه چیز میشه. و خب آره، به این معنی حتی اون نقدهای دولوز به فروید که من عرض کردم در خلال بحث، یک بخشی از نقدها اساساً به فروید و مارکسیسم هست، همون بحث فروم که خودشون مطرح کردن که حالا میاد مثلا فروید رو با مارکس ترکیب میکنن توی مکتب فرانکفورت، حالا سه تا اصلیاش که نیچه و فروید و مارکس هستن. مثلا نقد درست یه جورایی به همین ایده فروید و مارکسیسم هست که میاد میگه که اون ساختارگرایی رو تا این حد نباید فردیش کرد و حالا نقدای خودشون هم همون چیزایی که گفتم میگن دیگه، حالا مثل ضد تفسیر بودن و همین بحث مربوط به هستی شناختی نبودنش و این داستان. اگر پرسش دیگه هست مادر. جهانگیر دستش بالاست، علی همچنان دستش بالاست. نمیدونم علی از قبل دستش بالا مونده یا بازم نکته داره. میخوام اول جهانگیر بگه بعد علی جان اگه نکته داره بگه. سلام عرض میکنم. سلام. ببخشید، من از آقای اورازانی یه سوالی داشتم در مورد سندروم حافظه کاذب. این امری است که بعد از انقلاب شناختی روانشناسی شناختی یا طور کلی روانشناسی رو کشف کرد به عنوان یه امر علمی. این توی تداعی آزاد، توی ارجاع به گذشته، مخصوصا افراد بزرگسال اینقدر به گذشته، به کودکی برگردن، این زیاد اتفاق میفته. روانکاوی هم متهم هست به اینکه از این امور سوء استفاده میکنه به نوعی و اینو پروبال میده به جای اینکه تذکر بده. یه توضیح مختصر میفرمایید؟ خیلی ممنون. ببین، نمیدونم این توضیحی که میگی درست اشاره کردی. یعنی من خودم وقتی منابع مربوط به روانشناسی شناختی رو مطالعه میکنم، بله شما یه چیزی داری، حالا اصلا فرض کن بهش اسم سندروم هم حتی ندی، حتی از اون ساده تر شما یه چیزی داری به نام حافظه سازا، یعنی کانستراکتیو مموری اصطلاحاً بهش میگن. مثال سادهش اینه که اگر روانشناسی قانونی به این میپردازن، اگه مثلا یه شاهدی رو داری باهاش مصاحبه میکنی تو دادگاه، اگه اون دادستان بپرسه که موقعی که اون دوتا ماشین به هم دیگه زدن چه اتفاقی افتاد، طرف یه پاسخی میده اون شاهد. اگه بگه، به جایی که بگه موقعی که اون ماشینا به هم زدن یا به هم خوردن، به جاش بگه موقعی که اون ماشینا به هم کوبیدن چه اتفاقی افتاد. یعنی طرف پاسخی که میده متناسب با اون صورتبندیه که اونجا داره استفاده میشه. اگه به هم کوبیدن توصیف میکنه که مثلا خون بیشتری توصیف میکنه، شیشه ها همه جا پاشیده بودن، تصادف خیلی شدید بود. ولی اگه مثلا میگم موقعی که تصادف اتفاق افتاد ماشینا به هم خوردن چه اتفاقی افتاد، این وجود داره. خب طبیعتاً
به نظر من ما به جای اینکه از این ویژگی استفاده بکنیم برای زیر سوال بردن کلی مثلا چیزی مثل تداعی آزاد که به یاد آوردن و حافظه توش مهمه، میتونیم به پژوهش‌هایی استناد بکنیم که نشون میده کجاها میتونیم با چه معیارهایی کم یا بیش اطمینان حاصل بکنیم از اینکه آقا این کاری که الان داریم میکنیم معتبر هست یا نیست. آیا یه حافظه سازا اینجا داره خودشو نشون میده یا اینکه نه داریم به سمت یه چیزی میریم که میشه بهش گفت حافظه به معنای واقعی که اتفاقی قبلا افتاده. شما این پژوهش‌ها رو تو روانشناسی قانونی دارید، نه فقط در مورد بزرگسالان بلکه در مورد کودکان هم دارید. اینکه مثلا کودکی که مورد سوء استفاده قرار گرفته حالا قراره چیزی رو به یادش بیاره، خب تحت فشار، تحت استرس، بعد کودک توانایی شناختیش در یه حد خاصیه، به یاد آوردن تا چه حدی براش اعتبار داره تا چه حدی نداره، میتونیم بهش تکیه بکنیم. اینا کارهاییه که پژوهش‌هایی که تو حوزه روانشناسی قانونی انجام شدن و اگه ما بهش مراجعه بکنیم با یه معیارهای مواجه میشیم که آقا اگه این معیارها وجود داشته باشن من میتونم به این روایتی که مراجع به عنوان حافظه خودش داره میده تکیه بکنم. این امکان وجود اون نقد هست ولی معیارهایی هم وجود داره. بسیار عالی. امین جان بازم ممنون از دعوتی که انجام دادی، لطف کردی. اومدین و خیلی افتخار دادی به ما نیما جان و ممنون از عزیزان که حضور پیدا کردن و ما رو خوشحال کردن. من ضبط رو متوقف میکنم. دوستان ممنون از حضورتون. امیدوارم که تو برنامه‌های دیگه بازم همراه دوستان باشید. خدا نگهدار.